دوستان های نه سلام علیکم. سلام علیکم دوستان، سلام علیکم. چطورین؟ بچه واقعا نمیدونم چجوری باید سلام کنم. میخوام هر سری یه مدل، شاید یه مدل خوشم اومد. میخوام الان ساعت 5:30 صبح. بعد من بلند شدم آرایش کردم که برای شما ویدیو بگیرم. چرا؟ من استفاده دادم از محل کارم. بعد چرا استفاده دادم؟ چون یه سری اهداف تو زندگیم داشتم، بعد هی میخواستم انجامشون بدم، هی نمیشد. هی میخواستم انجامشون بدم، هی نمیشد. هی سر کار بودم. بعد گفتم که الانم بهترین موقعیت واسه فیلم گرفتنه. نه صدا از بیرون هست خانواده و من خیلی راحت میتونم الان صحبت بکنم. چون میکروفونم ندارم، خب راحت‌تر میتونم صحبت بکنم دیگه. صدام واضح تر میرسه بهتون. میخوام اینو بهتون بگم که من خیلی خوابم به هم ریخته. ببین افتضاح شده، افتضاح. بعد شبا بیدارم، روزا که خانواده بیدارن من خوابم. فقط ببین شنبه دوشنبه چهارشنبه ها رو روتینم، به خاطر اینکه صبحش ساعت 8 باید سر کلاس باشم. یعنی 7:30 میزنم از خونه بیرون، یا شبش نمیخوابم میزنم بیرون میرم سر کلاس که افتضاح گیراییم به شدت میاد پایین، یعنی که به زور خودم رو میخوابونم. اینم هست. حالا اصلا خوابم نمیبره. بلند شدم آرایش کردم که برای شما ویدیو بگیرم. خوشگلای دل. ولی داستان اینه که من میخوام درس بخونم، میخوام کار بکنم، چون حداقلش از شبام استفاده بکنم دیگه، مثل آدمای نرمالی که از روزا استفاده میکنن. آره از شبا استفاده بکنم، درس بخونم. شما هم با من میایین درس بخونیم با هم دیگه. خوشگلا. آره گفتم حالا یه ویدیویی بگیرم دیگه. من قرار بود واقعیت یوتیوب رو سالی که بشینم دارزانو رو صندلی، یوتیوب رو قرار بود من از دانشگاهم شروع کنم. خب ببین من دانشگاهم تموم شد، بعد رفتم سر کار، چندین سال کار کردم و هنوزه چرا یوتیوب رو شروع کردم ولی ادامه ندادم. من یکی از باگای زندگی اینه که شروع میکنم، ادامه دادنش رو اینجوری هم که خب من دیگه انجامش دادم، بقیهش دیگه باید با همون ویدیوها باشه، یا مثلا اگه میخواست بگیره تو همون 1 ماه میگرفت. بچه بعضی اوقات واقعا انقدر خودم فریکی میشم که مثلا تو چرا این کار نکردی، یا مثلا چرا اینجا این رفتار رو انجام دادی، چرا اونجا اینجوری بودی و اینا. الان میگم برای همین الان تصمیم گرفتم که یه مقداری تغییر رویه بدم و حالا که استفاده دادم و اومدم بیرون از کارم، حداقلش اون کارهایی که دلم میخواد و توی بازه زمانی انجام بدم. آقا شاید گرفت، شاید هم نگرفت، من نمیدونم میگیره یا نمیگیره، ولی حداقلش تو زندگیم اینجوری نیستم که من یه عمر دوست داشتم یوتیوبر بشم، یه عمر دوست داشتم تو یوتیوب فعالیت بکنم، با آدمای قدری بگردم. قدر از لحاظ ذهنیتی خودم و اون یه مسیری بود که من میتونستم انجامش بدم و ندادم. چرا؟ چون که حوصله نداشتم، چون که فکر میکردم باید سریع بهش برسم، چون که بعد الان نگاه کنی من الان 3 ویدیو تو پیجم دارم از موضوعهای مختلف. حالا چرا؟ چون که من اصلا آدم یه موضوعی نیستم. مثلا ولاگی فقط بگیرم، یا استریم بخوام بکنم، یا ریاکت بخوام بدم، یا حالا مثلا از این مدلای study with me و با من درس بخوانید و سوال جوابی اینا. ببین خیلی آدمی هم که از این شاخه به اون شاخه پریده، برای همین توی این
چنل هم آموزش میذارم بر اساس اینکه چیزهایی که بلدم رو بهتون آموزش میدم، هر چقدر که بلدم. اصلا بگو اینقدر به شما آموزش میدم، شما هم مثل من اینقدر بلد باشید. و اینکه آره نمیخوام توی اینستاگرام هم چیزی بذارم بقیه بدونن. اگر بخوام بدونن از طریق یوتیوب منو پیدا میکنن و دیگه همین. الان واقعا نمیدونم، من میخوام درس بخونم. شاید این ویدیو در حد 15 دقیقهش آپلود بشه، شاید در حد 5 دقیقه بذارمش، ولی میخوام این ویدیو رو 100% بذارم تا اینکه ببینم چه جوری در میاد. فکر میکنم الان دارم درست نگاه میکنم، چون الان دارم دوربین رو نگاه میکنم، ولی اون موقع داشتم خودم رو نگاه. اینجا خودمه، اینجا دوربینه، اینجا خودمه، اینجا دوربینه. نمیدونم خیلی فرقی داره یا نه، ولی سعی میکنم دیگه با دوربین صحبت کنم که بهتر ارتباط چشم تو چشم با هم داشته باشیم. دیگه من شروع کنم درس خوندن. یه لیست نوشتم اینجا رو این برگه، 7 تا کاره که یکیش 2 تاش انجام دادم، 5 تای باقی برای درسم که با هم دیگه باید انجامشون بدیم. هر زمانم که خوابم گرفت دوربین رو قطع میکنم. خیلی کار بدیه ولی ممکنه با آرایش برم بخوابم، چون خواب رو من خیلی میتونم سلطه پیدا بکنم. برای همین دیگه بریم بشیم درس بخونم. حداقل 2-3 تاشو تیک بزنم حله. نه ببین 3 تاشو تیک زدم، 4 تاش مونده. آره 4 تاش مونده. این 4 تا رو تیک بزنم خیلی خوشحال میشم. واقعا به خودم افتخار میکنم. بریم. یه چای مشتی، چای زعفرونی برای خودم درست کردم با این خرماها. بشینم واقعا بخونم دیگه، خدای خیلی عقبم. شما هم اینجا طبیعتا صدا رو ندارین، ولی این ویدیویی که من دارم آموزشش رو میبینم با صداه. آره دیگه بریم شروع کنیم.
ساعت داشتم درس میخوندم، بعد وسط درس خوندنم درگیر شدم کلی، چالشامو برطرف کردم و داشتم کارا رو توضیح میدادم براتون این داستانا و اینجوری بودم که بچه هم دارن با من درس میخونن و چقدر خوب و اینا. یه لحظه گرمم شد، بلند شدم، این کنترل کولر رو تخت بود، بلند شدم برش دارم بیام بزنم، گفتم بزن نگاه کنم ببینم گوشیمو مثلا اروری چیزی نداده باشه. ببین فهمیدم هیچ کدومو حتی یه دقیقه از ویدیو هم ضبط نکرده، طبق الان چیزی که دیدم و نمیدونم حالا، و گوشی خاموش شده و من الان 1 ساعت درس خوندم و شما ندیدین. 1 ساعت شما عقب میرن از من. آره دیگه ما بقیه درس خوندنم بریم با هم داشته باشیم. برای حالا چیا گفتم؟ راجب چایی گفتم، چایم هم تموم شده. راجب چایی گفتم، یه چایی درست کردم که چیا توش بود و اینا. بس دوباره براتون تعریف کنم. داخلش هل، گلاب، زعفرون، عسل بود. چرا این همه مواد؟ به خاطر اینکه من شیرینی زبون درست کردم، بعد این مواد روش زیاد بود. یه قاشق ریختم تو این چای، خیلی خوشمزه شد. بعد اینم خرما و ارده و ایناست، خیلی این خوشمزه است با کنجد و نارگیل روش. من خیلی آدم کنجد و نارگیل بازی نیستم ولی خب خیلی خوشمزه شده بود دیگه. اینا رو داشتم براتون تعریف کردم. الان گوشیم تو شارژه که این زاویه است، وگرنه بالا گذاشته بودمتون ناناس، قشنگ میتونستیم ببینین. منم درس میخونم، خیلی وایب خوبی داشت. و گوشی خاموش شد. بریم یه کوچولو گوشی شارژ بگیره بذارمتون ادامه ویدیو رو بریم من ادامه درس خونم، ولی توی این بازه زمانی شما برین درس بخونین چون منم دارم درس میخونم. بچه ها الان دیدم 20 دقیقه‌شو ضبط کرده، خدا رو شکر. بچه ها من مردم. رفتم دراز کشیدم رو تخت، اینقدر که چیز بود، خسته شدم، یه دفعه خوابم گرفت. بعد داشتم کشم مو باز میکردم که برم رو حالت خواب، با همین آرایش گفتم که بابا یه خدافزی نکنم ازتون دیگه. آمدم یه خدافزی بکنم دیگه. آقا من نمیدونم، الان فکر کنم 7:58 از اون موقعی که با هم حرف زدیم فکر کنم 2 ساعت و نیم اینجوری ها درس خوندم. بچه من خیلی اون آدمی نیستم که بخواد بازدهی، یعنی مدت زمان طولانی بخواد درس بخونه. بازدهی نایس هم بده، حوصله‌ام سر میره واقعیت. بعد دیگه بزن خاموش کنم برم. اینجوری هم خوبه، اینجوری خیلی بهتره، اینجوری دوست دارم. دیگه اومدم بشینم یکم با هم دیگه حرفم بزنیم، بعد برم بخوابم. چی میخواستم براتون بگم؟ من دارم یه سری کارها میکنم تو زندگیم. من خیلی آدمیم که مثلا یه سری چیزا رو شروع میکنم، ممکنه ادامهشون بدم، ممکنه ادامهشون ندم، ولی چون شروعشون کردم و یه سری افراد میدونن که من اون کارها رو شروع کردم، اونایی که مثلا آدم‌های زیادی هم هستن تو زندگی من که مثلا یه کار رو شروع میکنم و اون یه کار رو تا آخر میرن، ولی من جز اون آدما نیستم. مثلا اینکه من جز اون آدم و اون دست آدم نیستم، همیشه اینجوری هم که تو چرا نتونستی مثلا فلان کار رو یا فلان بیزینس رو تا آخر نبردی. برام بنویسید اگر شما هم مدلین. بچه‌ها بیدار شدن.
ویدیوی دیگه میگیرم، اینم ادیت میکنم میذارم. نمیدونم ویدیوی بعدی در مورد چیه، چجوریه، ولی لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. برام بنویسید که میدونم این ویدیو شاید اونجوری که دلم میخواست پیش نرفت، ولی برام بنویسید که دوست دارین چه ویدیویی بذارم، چه سبک ویدیویی بیشتر مورد پسندتونه و لایک هم کنین. من اول راهم به کمک های شما نیاز دارم. خوشگلا دوستتون دارم. بذار یه مدل دیگه دوستتون چجوری خدافظی. ببین شروع و پایان یه چیز واقعا رو مخه ویدیو. بذار دوستتون دارم، میخوام بیای تو حلقم. نه این خیلی تکراریه. نه ندارم که این کار رو انجام بده. نه ممکنه گیر بدم. اضافه کنم دوستتون دارم. نه وایستا میخواستم این حرکت. ببین اینایی که میگم نه یعنی یه چیزایی تو فکرمه، بعد خودم میگم نکن این کار. آقا دوستتون دارم. چیرز.